میخواد. بچه ها این شیر گاوه که واقعا کارش عالیه برای پوست، نرم کننده و تنظیم کننده. اینم سرم چای سبز برای جوش، مثلا میزنیم جوشات، بعد از چند هفته دیگه جوشتون میره. واقعا عالیه. این خب بریم که بادی اسپلش آدم سیمون رو بهتون نشون بدیم. خیلی خوشبوه. فقط و فقط 125,000 تومان. عالی. به نظر من که بخریم. بعد اینم ضد آفتاب آرگان. خدایی خیلی خوبه، ببخشید خیلی خوبه برای همه چی. خوب میسابیدش، مثلا رنگ میزنه. اینم شستشو صورت که اینم روشه. خیلی خوبه. این وقتی میریزیم توی این فوم شستشو کف میده، واقعا برای پوست عالیه. من بهتون اینو معرفی میکنم. خب اینم روغن بادام تلخ جهانداروه. برای چه چیزی خوبه؟ مفید برای رشد موهای جدید، تقویت موی سر و ابرو و براق کننده مو. واقعا عالیه، مخصوصا برای کسایی که تازه موهاشون رو کوتاه کردن و تازه موهاشون رو فروختن. واقعا عالیه که مثلا به صورتشون به موهاشون میزنن، بعد از چند وقت دیگه رشد میکنه. اینم کرم پودر. ببخشید من در اینو براتون باز کنم. اینم از کرم پودر. خیلی برای پوست خوبه. من خودم میرم بیرون، مخصوصا بعضی وقتا میرم خونه خالم، میرم بیرون بیشتر از این استفاده میکنم چون بهتره. خب اینم لیفت ابروه که برای ابروامون خیلی مفیده. اینم خیلی گرونه، یعنی بزنین مارکشو بزنین توی گوگل، بذار میاره قیمتش چقدر زیاده. عالیه. خب دوستان من بعد اینم برای زیر چشم، یعنی قبل از اینکه بخواین کرما بزنین اینو میزنین، بعد کرمو میزنین روش، قشنگ میشین تو صورتتون. خیلی قشنگه. 75,000 تومان. خب دیگه چی؟ اینم باز مارکش رو میتونین بزنین توی گوگل، در بیارین ببینین چطور. خب بریم اینا رو هم نشونتون بدیم. خیلی خوبه. فقط و فقط 170,000 تومان. عالیه. به نظر من از اینم استفاده کنید. خب دوستان مرسی که این ویدیو رو لایک میکنین. مرسی. خداحافظ.